همینطور که جملات و کلماتی که موقعی که تو جلسه داری با مشتری صحبت میکنی برای متقاعد کردنش، برای فروش محصولت میتونه روی مشتری اثر بذاره، دقیقاً این تابلوها، این متنایی که توی فضای فروشگاه میزنی، مثلا در خرید خود دقت فرمایید، نمیدونم اجناس مقطوع باشد، تقاضای تخفیف نکنید، و این جملات هم روی حس مشتری میتونه اثر بذاره. این تابلویی که توی استوری اول گذاشتم بچه‌ها چند تا نکته متقاعد سازی توش رعایت شده بود که خیلی جذاب. نکته اول اینه که اومده تشکر کرده، گفته ممنون. یعنی قبل از اینکه خواسته رو بگه اول تشکر کرده. ممنون میشم، خیلی محبت میکنید. یعنی با این جمله شروع کرده که این حس خوب میکنه، حس طرف خوب میکنه. بعد اومده درخواستش رو مطرح کرده، گفته که من همچین خواسته‌ای دارم و دلیل گفته. یعنی گفته که اگه این کارو بکنی محیط حفظ میشه، محیط مطالعاتیمون حفظ میشه. پس هم تشکر کرده، هم دلیل گفته و هم خواستش رو مطرح کرده و این واقعا جذابه. و مهمتر جمله‌ای که گفته کلیشه‌ای نیست، مثل 100 جا دیگه مثلا لطفاً سکوت رو رعایت فرمایید. این کلیشه‌ایه. کلاً جملات و کلمات کلیشه‌ای چه توی ارتباط با مشتری، چه توی این تابلو مابلوهایی که توی مغازتون میزنید اثر نداره، فقط حس مشتری رو بد میکنه.